اکسل جت، از اکسل تا بی‌نهایت. exceljet.ir. سلام، به اکسل جت خوش اومدید. امروز قصد داریم یکی از مهمترین شاخصهای آماری رو، یعنی فراوانی رو روی یه سری داده محاسبه بکنیم، اما بدون اینکه بخوایم از فرمول نویسی استفاده کنیم. برای این کار من یک داده 200 قلمی رو اینجا انتخاب کردم که شامل نام خانوادگی، جنسیت، سن و قد این افراد هست و برای این کار ابتدا از منوی اینسرت گزینه پیوت تیبل رو کلیک میکنیم. با تایید این پنجره یک شیت جدید برای ما ایجاد میشه که داخل اون پیوت تیبل قرار داره. خب برای محاسبه فراوانی ابتدا قد رو وارد بخش روز میکنیم. همونطور که میبینید قد افراد به ترتیب اینجا نمایش داده شده. برای محاسبه فراوانی ما نیاز داریم که این داده رو دسته‌بندی بکنیم. برای این کار روی یکی از این اعداد کلیک میکنیم و از تب پیوت تیبل آنالایز قسمت گروپ سلکشن رو انتخاب میکنیم. توی این پنجره ما میتونیم بگیم که این گروه از چه بازه‌ای تا چه بازه‌ای دارای دیتا هست و تقسیم بندی ما چه تعداد باید باشه. ما اینجا دسته‌بندی رو 10 تایی انتخاب میکنیم و دیتای ما رو در 10 دسته‌بندی اکسل به طور خودکار تقسیم میکنه. من اوکی رو میزنم. اینجا 10 دسته‌بندی برای ما ایجاد شد و حالا میخوایم فراوانی قد افراد رو در این 10 دسته‌بندی محاسبه کنیم. برای این کار قد رو در داخل بخش ولیوز قرار میدیم. خب اولین و ساده ترین شاخص آماری یعنی فراوانی به طور خودکار اینجا محاسبه میشه. من اسم ستون رو عوض میکنم و ما فراوانی رو به همین راحتی میتونیم داشته باشیم. اما برای موارد بعدی یعنی فراوانی تجمعی مجددا قد رو وارد ولیوز میکنیم. توی حالت عادی شمارش انجام میشه توی دسته‌بندی، یعنی فراوانی عادی رو برای ما حساب میکنه. من اگه بخوام فراوانی تجمعی رو داشته باشم روی یکی از اقلام این ستون کلیک میکنم و وارد شو ولیو از میشم. توی این بخش من میخوام فراوانی تجمعی رو حساب کنم. فراوانی تجمعی توی اکسل از طریق رانینگ توتال استفاده میشه. اینجا رانینگ توتال رو کلیک میکنم و توی فرمی که بهم نشون میده اوکی رو میزنم. خب ما الان فراوانی تجمعی رو داریم. فراوانی تجمعی یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم بدونیم که توی هر دسته‌بندی خود اون دسته‌بندی و دسته‌بندی‌های قبل از اون مجموعاً چه مقدار داده وجود داره. به عنوان مثال در دسته‌بندی 150 تا 159 که فراوانی تجمعی 112 هست، به این معنیه که فراوانی خود این دسته‌بندی 17 هست، فراوانی تجمعی دسته‌بندی قبلی 95 هست و مجموع این دوتا رو برای این دسته‌بندی به عنوان فراوانی تجمعی حساب میکنه. در نهایت ما تو آخرین دسته‌بندی تعداد کل قلم‌های دادمون رو به عنوان فراوانی تجمعی خواهیم داشت. خب من اینجا اسم این ستون رو هم عوض میکنم. فراوانی تجمعی. شاخص بعدی فراوانی نسبی هست. به چه معنی؟ به این معنی که ما میخوایم بدونیم هر دسته‌بندی نسبت به تمام داده ها چند درصد رو به خودش
اختصاص میده. مجددا برای این کار قدر رو وارد ولیوز میکنم و با کلیک راست روی یکی از داده ها از قسمت شو ولیو از percent of grand total رو انتخاب میکنم. خب با انتخاب این گزینه درصد فراوانی هر دسته‌بندی نسبت به کل فراوانی ها جلوش نمایش داده میشه و علامت درصد هم در کنارش قرار میگیره. برای اینکه ما بخوایم شمایل بهتری داشته باشیم کلیک راست میکنیم و از قسمت نامبر فرمت گزینه پرسنتیج انتخاب شده و دسیمال پلیسز رو برابر 0 قرار میدیم. در اینجا همونطور که میبینید به عنوان مثال فراوانی 150 تا 159 9% کل فراوانی ها رو به خودش اختصاص داده. اینجا اسم این ستون رو هم عوض میکنیم، فراوانی نسبی. جا هم یه اصلاح انجام میدیم و در نهایت فراوانی تجمعی نسبی رو میخوایم محاسبه کنیم. برای این کار مجدد قدر رو داخل ولیوز قرار میدیم، کلیک راست میکنیم، از قسمت شو ولیوز از percent running total این رو انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم و فراوانی تجمعی نسبی رو خواهیم داشت بدون فرمول نویسی. به عنوان مثال فراوانی نسبی تجمعی دسته‌بندی 150 تا 159 برابر خواهد بود با فراوانی تجمعی نسبی دسته‌بندی قبلی به اضافه فراوانی نسبی دسته‌بندی خودش. اینجا نام ستون رو هم اصلاح میکنیم. خب دوستان، همونطور که دیدیم بدون فرمول نویسی و با استفاده از ابزار پیوت تیبل تونستیم شاخص مهم فراوانی رو برای یک داده محاسبه بکنیم. شاد و پیروز باشید.